بسم الله الرحمن الرحیم. درس صفت الحکیم الله سبحانه و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. نهم: و هو الحاکم الذی حکمه حق، یعنی الحکیم حاکم است که حکمش حق است. و کل حکم غیر حکمه حکم الجاهلیت و الطاغوت. الله را این قسم بشناسیم. الله الحکیم هست. او الحکیم به معنای چی؟ یعنی حاکم هست که حکمش حق است و هر حکمی که مخالف حکم ازی هست حکم جاهلیت است و حکم طاغوت است. پس حکم الله حق است، دیگه احکام باطل است، جاهلیت است و حکم طاغوت است. چی دلیل؟ اول، الله متعال میگه که افحکم الجاهلیت یبغون، آیا این مردم حکم جاهلیت میخواین؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. مائده آیت 50. و کیست بهترتر نسبت به الله در حکم کردن برای قومی که اونا یقین داره؟ بین احکام جاهلیت و حکم طاغوت بفهمیم اشکال مختلف داره حکم جاهلیت و حکم طاغوت. اول، احکام و قوانینی که توسط رهبرای گمراه به ضد شریعت الهی ساخته میشه. هر قوانین و هر حکم و هر دستور و هر قانون اساسی و هر آیینی که ضد شریعت الله توسط رهبرا و قانون سازا و پارلمان ها ساخته میشه، اینا کلشان قوانین جاهلیت و طاغوتی هستند. در سوره احزاب آیت 67 الله متعال میگه که و قالوا، و همین مردمایی که پیروی از اینا میکردن، از همین قانونگذارایی که ضد شریعت الله قانون ساختن، این مردم ها میگه در روز آخرت باز چی میگن؟ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. یا الله، ما پیروی کردیم از بزرگای خود. ساده چی را میگن؟ قانونگذارا، سیدها، سردار میگن، سردارها، بزرگها، نماینده ها، رئیس جمهورها، پادشاهها. کبرا و از بزرگای خود. فاضلون السبیل، پس اینا راه ما را گمراه ساختن از راه درست. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. ای باز امی پیروای از چی میگه که الله برای دو عذاب بده و لعنهم لعنا کبیره، برای لعنت بزرگ نصیب بکن. علامه ابن کثیر میگه که حکم جاهلیت قبل از اسلام بود. ببینین علامه ابن کثیر، وقت ما شما دوستان عزیز شاگردای گرامی میبینیم که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم جاهلیت بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم به ما انزل الله در مدینه منوره شریعت الله را در حکومت اسلامی تطبیق کرد. خلفای راشدین و خلفای اموی و خلفای عباسی کلشان امو شریعت الله بود. آن علامه ابن کثیر بر ما امیر تشریح میکنه. سه حالت است. این وقت انسان میفهمه که مراحل تاریخی را درک بکنه. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از این حکم چی بود؟ جاهلیت بود. قوانین جاهلیت بود، پدر سالاری و قوانین قبایل و قوانینی که خودشان ساخته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمان سقوط خلافت عباسی ها در بغداد شریعت الله نافذ است و حکم الله تطبیق میشه. مرحله سومی میگه که در این عصر کی زنده هست؟ ابن کثیر رحمه الله زنده است، ابن تیمیه رحمه الله زنده است و ابن قیم رحمه الله زنده است. این علما هستند. در این وقت است که خلافت اسلامی سقوط میکنه و مغول ها به عوض شریعت الله سقف شریعت اوسو میکنن، عوضش قانون دیگه میارن که قانون الیاسق یا الیساق مربوط به چنگیزی ها هست. پس باز چی شروع شد؟ حکم جاهلیت و حکم طاغوت شروع شد.
علامه ابن کثیر رحمه الله میگه حکم جاهلیت قبل از اسلام بود و بعدا حکم جاهلیت که تتاری ها از سیاست های شاهانه ای که پادشاهشان چنگیزخان که برایشان علی الساق را گذاشته است. یساق عبارت از کتاب است که در آن مجموعه از قوانین است که از یهودیت، نصرانیت و اسلام گرفته شده است. علی الساق میگه یک کتابی است مختلط است از ادیان مختلف. چنگیزخان یک کتاب جور کرده، از یهودیت هم گرفته، از نصرانیت هم گرفته، از اسلام هم گرفته. همچنان در آن احکام است که از نظریات و خواهشات نفسانی چنگیزخان گرفته شده است. یعنی یک قانون مختلط جور کرده از یهودیت، نصرانیت، اسلام و فکر و اندیشه یکی چنگیزخان. این مطالب در نزد اولادهای چنگیزخان قانونی گردید که مطابقت میشد. از این قانون ساخته شد که آن را به حکم به کتاب الله و سنت رسول الله مقدم میدانستند. اینو مقدم کردن و هر کسی که ایشان که چنین کار را می نماید کافر بوده و هر کسی از ایشان که چنین کار را می نماید، یعنی هر کسی از اولاده چنگیز که قانون چنگیزه نسبت به شریعت الله بهتر میدانه، میگه این کافر هست، جنگیدن با او واجب است، یعنی جهاد با امرایز واجب است تا اینکه به حکم الله و رسولش مراجعه بکنه، تا اینکه به حکم تفسیر القرآن العظیم تألیف ابو فدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر قریشی بصری دمشقی متوفای 774 هجری در جلد 3 صفحه 131. این مطالب بسیاریش در بعض کتاب‌های علمایی که در عصر عباسی ها و اموی ها زندگی کردن، اموی ها و عباسی ها، اونا این موضوع را بحث نکردن. چرا بحث نکردن؟ به خاطر اینکه در وقت از اونا این سقف دور نشده بود، خلافت اسلامی بود. اما در کتاب‌های ابن تیمیه هست، در کتاب‌های ابن قیم هست، در کتاب‌های ابن کثیر است و در کتاب‌های علمایی که در این عصرها زندگی کردن دیا هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا در عصرشان این حالت شد، بر مردم بیان کردن که او مردم قانون جاهلیت قبل از اسلام دوباره برگشت. حسن بصری رحمه الله چی میگه؟ میگه من حکم به غیر حکم الله، هر کسی حکم کرد به غیر از حکم الله، یعنی به غیر از شریعت الله، هر قانون دیگی که هست، هر کسی که ساخته به حکم الجاهلیه، او حکم جاهلیت است. یکی از علمای اسلام چی میگه؟ یا عالم دیگه این میگه که یا عالم بزرگوار چی میگه؟ الامامة العظمى عند اهل السنة والجماعه تالیف عبدالله ابن عمر ابن سلیمان دمیجی جلد اول صفحه 95. این عالم چی میگه؟ میگه فجعل الحکم حکمین لا ثالث لهما. میگه به نزد الله دو حکم است، حکم سومی نیست. یکی حکم الحکیم است که الله سبحانه و تعالی هست و یکی حکم غیر حکیم است که مخلوقات هستند. میگه فجعل الحکم حکمین لا ثالث لهما، پس حکم میگه الله دو حکم گردانیده که حکم سومی است. حکم اسلامی، یکی حکم اسلامی است و هو الحکم بکتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم، که او حکم با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و دومش حکم جاهلی است و هو ما خالف ذلك، تمام قوانینی که ضد مخالف حکم الله هست یا حکم جاهلی است. سومی حکم نیست. اینال قبل از اسلام حکم چی بود؟ حکم جاهلیت. بعد از سقوط خلافت اسلامی در بغداد، پس چنگیزخان و نواسای چنگیز کدام قانون آوردن؟ باز جاهلیت آوردن، پس حکم طاغوت شد. خب احکام و قوانینی که توسط پدران به ضد شریعت ساخته میشن، اول حکم جاهلیت و حکم طاغوت احکام هست که او پادشاه ها، رهبرای سیاسی، پارلمان ها، اعضای ملل متحد، از اینی کسا این قانون میسازن. این احکام جاهلیت و حکم طاغوت شد. دومش کدامه که میگه احکام و قوانینی که توسط پدران به ضد شریعت ساخته شده هست. بعضی قوانین هست که به شکل فرهنگ و رواج از پدران مانده هست.
چی دلیل داریم؟ دلیلش میگه که و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، وقتی بر از این مردم گفته شود که بیاین به ما انزل الله، به قرآن، و الی الرسول، به فیصله پیغمبر که رسول چی میگه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، میگن این ما کفایت میکنه برای ما چیزی که پدرهای خود به او یافتیم. الله متعال میگه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، آیا نمیفهمن که پدرایشان علم هم نداشتن و هدایت هم نشده بودن؟ آیت دیگه میگه که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بر از این مردم ها گفته شود که بیاین مطابقت از ما انزل الله کنین، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما مطابقت میکنیم از چیزی که الفت گرفتیم، عادت کردیم، فرهنگ ما شده، رواج ما شده، کلتور ما شده، این از پدرای ما برای ما مانده. الله متعال میگه ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یا نمیفهمن که آیا پدرایشان اما تو نبودن که عقل هم نداشتن و هدایت هم نشده باشه. پس این هم آیت سوم چی میگه؟ و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. سوم احکام و قوانینی که توسط خواهشات نفسانی ساخته میشه. نفس چی میگه؟ اونمو قوانین هست، یعنی حکومت نفس توسط نفس برای نفس. نفس چی میخواه؟ نفس زنا میخواه، پس قانون جور میکنه که زنا در این مملکت اجازه هست، مگر اگر کسی چی کنه؟ مثلا تجاوز بکنه. اگر تجاوز نکرد میگی پروا نداره. نفسشان میگه که والا من نمیخوایم ازدواج با جنس مخالف بکنم، با جنس موافق میکنم، مذکر مؤنث با مؤنث، این خواسته نفس، این قانون جور میکنن. این احکام و قوانینی که توسط خواهشات نفسانی ساخته میشن. الله متعال میگه در سوره فرقان آیت 43 ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی کسانی که معبود خود، اله خود کی گرفتن؟ خواسته های نفسانی خود گرفتن، که نفسشان چی میگن؟ او را معبود خود قرار دادن. انت تکون علیه وکیلا، یعنی آل کسایی که میگه که حکومت مردم توسط مردم برای مردم، این مردم این قانون به اساس چی میسازن؟ به اساس خواسته های نفسانی. شما ببینید اکثر کشورهایی که در اونجا به نام دموکراسی هست، قوانینشان مطابق نفس خواسته هایشان است. وقتی که اعضای پارلمان زنا شیشتن و شراب خوششان آمد، فورا شراب مشروع میسازن. زنا نفسشان خواست، او را مشروع میسازن. هم جنس مشروع میسازن و بسیاری از گناه های دیگر. آیت دیگه میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا، میگه آیا ندیدی کسی را که معبود خود خواسته های نفس خود گرفتن و اضله الله علی علم، الله گمراهش کرده با وجود است که علم داره، ماستر است، لیسانس است، ماستر است، دکتر است، چند تا دکترا داره. و ختم علی سمعه و قلبه، الله در گوشش مهر زده و در قلبش مهر زده و جعل علی بصره غشاوه، و به چشمشان پرده هست. فمن یهدیه من بعد الله، از که بسیار کفر کرد، بیدینی کرد، مخالفت با الله کرد، الله متعال چشمشه و گوششه و قلبشه اما تو سرش مهر زد که دیگه آله هیچ حق ای درک نمیکنه. فمن یهدیه من بعد الله، بعد از الله کی میتونه این حال هدایت بکنه؟ افلا تذکرون. الجاثیه 23. چهارم احکام و قوانینی که شیطان‌های انسانی و جنی میسازن. شیطان‌های انسانی با مشوره شیطان‌های جنی قانون میسازن. مثلا الله میگه تو با وضو پاک میشی، تو با غسل پاک میشی، اگر آب نبود تیمم بکو پاک میشی. او میگه نه، توسط مرداری تو پاک میشی، توسط دم کردن بربو تو پاک میشی، توسط اسپندود کردن پاک میشی. حتی بسیاری وقتا فضلات و کثافات حیوانات میگیرن، میگه بول سگ بگی جادوی تو دود بکو، یا بول مثلا مواد غایطی سگ بگی، یا از حیوانات بگی، یا از پرنده ها رو بگی، این باز را خوب میکنه و ترا شفا نصیب میکنه. علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، الله میگه آیا عهد نکردم با شما ای بنی آدم که شما عبادت شیطان نکنین، انه لکم عدو مبین. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون طاغوت شد، طغیان کرد،
قانون شیطانی را آورد و تطبیق میکنن. پنجم، احکام و قوانینی که توسط رهبران دینی منحرف ضد شریعت الله ساخته میشه. بعضی از رهبرای دینی هستن، علمای دین هستن، علمای درباری هستن، اینا چی میکنن؟ قوانینی رو میسازن که ضد شریعت الله هست، فتواهای میتن ضد شریعت الله. یهودیا همین کارا میکردن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. قبلا ما بر شما تشریح کردم که باز وقتی که عدی بن حاتم از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که اینا چرا طاغوت شدن و این مردم ها چرا طاغوت پرست شدن؟ به خاطر از اینکه احل لهم الحرام، حرام برشان حلال میسازن، و حرموا علیهم الحلال، حرام میسازه حلال و حلال میسازه حرام. این علما هستن، علمای درباری که به نام دین شریعت الله را تغییر میدن. متوجه هستین؟ دهم نقطه که در این راستا الحکیم باید بفهمیم، و هو الحاکم الذی یجب الایمان به و باحکامه کما یجب الکفر بما یخالفه من الطواغیت و قوانینهم. الحکیم چه قسم میفهمیم؟ دهمی نقطه، و هو الحاکم، الحکیم او حاکم هست که واجب است که به او ایمان داشته باشی، و به احکامش کما یجب الکفر بما یخالفه من الطواغیت و قوانینهم. اینال امی قسم که ایمان به حکم الله واجب است، کفر به طاغوت و به قوانین غیر الله واجب است، و این باید واجب است باید به اون کافر شویم. الله متعال میگه که فمن یکفر بالطاغوت، اول باید کسی که به کافر شود به طاغوت و یؤمن بالله، باز به الله ایمان بیاره، فقط استمسک بالعروة الوثقی، اینی تمسک به قرآن ورزیده. اما ای که مثلا یک نفر قوانین کفری را هم قبول میکنه و باز میگه من مسلمانم هستم، این دیگه بسیار مشکل است که این مسلمان. علامه شنقیطی چی میگه؟ میگه فالکفر بالطاغوت، کفر بالطاغوت الذي صرح الله بانه امرهم به في هذه الايه شرط في الايمان. میگه در ایمانت شرط است که تو به طاغوت کافر شوی، کما بینه تعالی فی قوله، میگه مثل که الله سبحانه و تعالی در این آیت شریف گفته فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی فیفهم منه. میگه از این آیت چی فهمیده میشه؟ ان من لم یکفر بالطاغوت لم یتمسک بالعروة الوثقی، کسی که به طاغوت کافر نشد، یعنی قوانین امریکا را پذیرفت، قانون لندن را پذیرفت، قانون انگلیس را پذیرفت، قانون روس را پذیرفت، و این انسان میگه ان پذیرفت، اینال چی شد؟ فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بانه امرهم به في هذا الايه شرط في الايمان. این شرط ایمان از چی شد؟ خراب شد. پس چی کنه؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی فیفهم منه. علامه شنقیطی چی میگه؟ میگه از این آیت چه قسم فهمیده میشه؟ ان من لم یکفر بالطاغوت لم یتمسک بالعروة الوثقی. اگر کسی به این قانون سازهای انسانی کافر نشد، ای به قرآن تمسک نورزیده. و من لم یتمسک بها فهو مترد من الهالکین. میگه کسی که باز به قرآن تمسک نورزید، ای چی از در جمله هلاک شده ها. الله نجات پیدا بکنن. آخر زمان امی سختی ها هست که مردم به کشورهای کفری میرن و قوانین طاغوت با دل و جان میپذیرن، و حتی در محاکم و حتی در بعض مجلس که میخوان که قانون ما را قبول داری و این اطاعت میکنی و به احترام میکنی. میگه بله. علامه ابن جوزی رحمه الله چی میگه؟ طاغوت چه قسم؟ میگه ما تجاوز به العبد حده. میگه طاغوت چه قسم بشناسیم؟ علامه ابن قیم جوزی میگه سه قسم است، من معبود او متبوع او مطاع. سه قسم قانون طاغوت است که از این سه قسم طاغوت تو باید به این سه قسم طاغوت کافر شوی. معبودش چی مانا، متبوعش چی مانا و متبوع مطاعش چی مانا. بعضی کسا میگه ما ولی عربی نمیفهم، امی چی مانا میتن؟ بله. اول طاغوت متبوع، معبود، او طاغوتی هست که عبادت شود و از او راضی باشه. مثلا یک نفر است مردم براش سجده میکنن و این قرار شش تا چوکی و راضی است و خوشحال است، هنوز از پیشان تشکری میکنن. اینش این طاغوت معبود میگن. باید به این طاغوت تو کافر شویم. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان ان لا تعبدوا الا الله. آیات دیگه هست یا ابت لا تعبد الشیطان. این کلشان چی هستن که
اینا طاغوت ها یعنی عبادت میشن و از عبادت اینا راضی هستن. طاغوت مطبوع چی را میگن؟ طاغوت مطبوع است هر کسی که قانون ضد شریعت الهی بسازن و دیگرها از اون مطابقت بکنن. قانون میسازن ضد شریعت الهی و مردم از این مطابقت میکنن. خدا مسلمان میگیره، عالم میگیره، احبار است، رهبان است، عالم بزرگ است، مفتی بزرگ است، بزرگ مملکت هست، عالم بزرگ یک مملکت است. ای چی میگه؟ قانون میسازه ضد شریعت الله. این هم طاغوت است، حلال حرام میکنه و حرام حلال میکنه. قسم سوم طواغیتی هستند که او را طاغوت مطاع میگن. مطاع چی معنی؟ یعنی کسانی که در مخالفت شریعت الهی از او اطاعت میشن. این کدام کسایی هستن؟ کسایی هستن که قانون میسازن ضد شریعت الله. قانون اساسی میسازه، قانون در پارلمان میسازه، قانونهای وزارت ها را میسازه، قانون بانک ها را میسازه، ضد شریعت الله اینا قانون میسازن و مردم از اینا اطاعت میکنن. مثل که فرعون مردم جمع کرد، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، من رب بزرگ شما هستم. و فرعون کسی نمیبیه به من سجده کنه، قانون ما که ضد شریعت موسی علیه السلام است، این اطاعت بکن. اکثرا پادشاه ها و رئیس جمهورها و ملک ها و اینا کس در قانون طاغوت مطاع هستند. اینا در راستا الله متعال میگه و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا. 11 نقطه در فهم صفت الحکیم الله ای است که و هو الحاکم القاضی. الله الحاکم القاضی هست، قضاوت کننده هست. الذي يتحاكم الى شرعه، یعنی اینجا حاکم به معنای قاضی هست، فیصله کننده هست، یعنی ذاتی که او به شریعت از او حکم میشه، تحاکم میشه، محکمه خواهی میشه. و کل تحاکم الى غیره هو التحاکم الى الطاغوت. هر محکمه خواهی به ضد قانون الله باشه، به اون محکمه شما میرین، این طلب محکمه خواهی است، طاغوت است. و کل تحاکم، علامه شنقیطی میگه و کل تحاکم الى غیر شرع الله فهو تحاکم الى الطاغوت. هر محکمه خواهی، حکم طلبی به غیر از شریعت الله، او حکم طلبی به طاغوت هست. متوجه هستین؟ الم تر، الله متعال میگه الم تر الی الذین یزعمون، میگه پیغمبر آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنن، یعنی الله میگه یا مسلمان نیستن، مؤمن نیستن، گمان میکنن انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل، که اینا ایمان آوردن به اون چیزی که به تو نازل شده و قبل از تو نازل شدن. یریدون، لکن در وقتی که محکمه خواهی میخواین، دادخواهی میکنن، محکمه میرن، باز یریدون میخواین ان یتحاکموا الی الطاغوت، باز اونجا میرن که محکمه شون پیش طاغوت، در محکمه های طاغوتی که ضد شریعت الله اونا حکم میکنن. و قد امروا، در حالی که اینا یقینا امر شدن که ان یکفروا به، که به طاغوت ها، هم به پادشاه و رئیس جمهور طاغوت کافر شوی، هم به وزرایش، هم به کابینش، هم به محکمش، هم به پارلمانش، به کلش باید کافر شوی. و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا مبینا، و شیطان میخواد که اینا را خوب اما تو گمراه قوی بسازن. علامه ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ هذا انکار من الله عز وجل، میگه این انکار است از جانب الله عز وجل على من یدعی الایمان بما انزل الله على رسوله و على الانبیاء الاقدمین. میگه این انکار از جانب الله هست، کسایی که ادعا میکنن که ما به الله و به پیغمبرها و کتابایشان ایمان دارم، و هو مع ذلك با وجود از ادعای ایمان یرید التحاکم فی فصل الخصومات الى غیر کتاب الله و سنت رسوله، که در قضایا، در فیصله قضایا به غیر کتاب الله این مراجعه میکنه، به غیر سنت رسول الله این مراجعه میکنه. میگه این انکار است از جانب الله، که یعنی ایمان از این انکار میکنه. فانها ذامه، میگه این بد میگه کیره؟ لمن عدل عن الكتاب و السنه، هر کسی که از قرآن و سنت دوری میکنه، و تحاکم الی ما سواهما من الباطل، و این محکمه خواهی و دادخواهی میکنه به غیر از اینا و باطل. و هو المراد بالطاغوت ها هنا، میگه مطلب از طاغوت اینجا ای هست. علامه ابن جریر طبری چی میگه؟ و قد ذکر ان هذه الآیه نزلت فی رجل من المنافقین.
امام طبری میگه سعی کنین این آیت میگه درباره یک منافق نازل شد. دعا رجل من الیهودی فی خصومت کانت بینهما. میگه یک انسان، خدا مسلمان میگه میگه من ایمان دارم به الله و رسولش و پیغمبران، لکن منافق است، قلبا مؤمن صحیح نیست. علامه ابن جریر طبری میگه امی آیت در شأن اینمی شخص نازل شده. این چی کار کرد؟ میگه این یک جنجال داشت، خصومت داشت، جنجال داشت خودش و به همراه یک یهودی بود. فی خصومت کانت بینهما الی بعض الکهان. میگه ای چی کرد؟ در یک خصومت گفت میریم پیش کی؟ پیش کاهنا میریم. کاهنا کی بودن؟ جادوگرا و بعضی کسایی که مطابق هم قوانین جاهلیت لیحکم بینهم، در بینشان حکم بکنن. یعنی این خدا مسلمان میگرفت، رفت امرای یک یهودی، میریم پیش کاهن. کاهن کی بود؟ یعنی کاهنا کسایی بودن که اینا مثل جادوگرا یا مثل فالبینا بزرگهای بتپرستا بودن که اینا مطابق اون قانون بتپرستی چی میکردن؟ اینا فیصله میکردن. اردوشان رفتن گفتن بریم پیش از او، این مسلمانی که خدا مسلمان میگیره در حالی که منافق است و همراه از یهودی. این آیت قرآن نازل شد. یا چرا پیش از این رفتن؟ لیحکم بینهم، که بینشان یک قضاوت بکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اظهرهم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همونجا موجود بود. نگفتن که بریم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که در بین ما مطابق قرآن و سنت حکم بکنن. علامه رازی در تفسیر از این آیت میگه که بعضی از مردم تحاکم به طاغوت مینمودند و نمیخواستن که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم محکمه شوند. در این راستا علامه رازی قول کسی را به نام قاضی نقل میکند و میگوید که و یجب ان یکون التحاکم الى هذا الطاغوت کالکفر. میگه محکمه طلبی و پیش از این طاغوت بایدی مثل کفر وارد باشه. استغفر الله. یعنی یک نفر میره در محکمه بین المللی، در محکمه ملل متحد، در محکمه ملل متحد، در محکمه روس و در محکمه امریکا و در محکمه لندن و در محکمه تواغیت که ضد شریعت الله حکم میکنن، میگه وقتی که پیش از این میره میگه واجب ان یکون التحاکم الی هذا الطاغوت، یعنی تحاکم به این طاغوت کالکفر، مانند کفر. و عدم الرضا به حکم محمد علیه الصلاة و السلام کفر، عدم رضایت به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر و يدل علیه وجوه، و برای بسیار دلایل مختلف هست. و بازی امی آیت را نقل میکنه علامه رازی که یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فلا وربك لا يؤمنون، در سوره نساء آیت فلیحذر الذین یخالفون عن امره، سوره نور آیت 63. و به این شکل مؤلف کتاب التمهید لشرح کتاب توحید میگه در این شک نیست که یگانگی الله و اطاعت و حکم و تحقیق شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله تقاضا می نماید که حکم بغیر از شریعت الهی نشود. بنابراین حکم نمودن به قوانین وضعی یا حکم به قوانین دهاتی از کفر اکبر. کفر کدام؟ میگه از کفر اکبر به الله می باشه. این کتاب است، این کتاب است، کتابی که کتاب هست که صالح ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ میگه این کتاب نوشته کرده، این به نام التمهید لشرح کتاب التوحید. پس اون میگه که این چیز این به قوانین دهاتی و به قوانین همی که پارلمان ها ساخته از کفر اکبر است. ای عالم چی میگه؟ میگه مناسبت این باب با کتاب توحید واضح و آشکارا می باشد و آن این است که حکم کردن به غیر شریعت الهی به اصل توحید ضرر میرساند. حکم کردن به غیر از شریعت الهی به اصل توحید ضرر میرساند. حکم نمودن به شریعت الله واجب است. حکم نمودن به قوانین یا عنعنات قبیلوی مخالف شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله می باشد. زیرا از مقتضیات کلمه شهادت این است که در آنچه امر نموده است اطاعت شود، با آنچه خبر داده است تصدیق شود و از آنچه منع نموده است و در مقابلش جزا گفته است اجتناب شود و این که الله را مطابق شریعتش عبادت کنند. این هم امی گفته اینمی عالم است که چی کرده؟ در امی کتابی که قبلا گفتیم این را تشریح کرده. و السلام علیکم و رحمت الله